انتخابات نظام یه خیمه شب بازیه، یه سیرک و توی اون 1000 دلقک بازیه. غول چراغ جادو، تبلیغ با پرستو، شهر فرنگ هرچند زمان اون ماضیه. البته اینا رو باید بگیم ماضی بعید، چون مال عصر حجر هستن. با البته ضمناً باید از پرستو هم اعاده حیثیت بشه. غول چراغ جادو، تبلیغ با پرستو، شهر فرنگ هرچند زمان اون ماضیه. سر نخ عروسک ها دست ولی فقیه، صبح تا به شب با اونها مشغول بندبازیه. یه روز میاره جلاد، یه روز میاره شیاد، انتقام سخت یه روز نرمش و طنازیه. کلاس شیشی میکشه از صندوق رأی بیرون، رئیس جمهورش حالا یه قاتل قاضیه. رئیس جمهوری که هیچ کس دنبالش نیست الا انترپول. نه بزرگ ملت تمام نقطه سر خط، هرچند عظما تو کار سخت رقم سازیه. آرای باطله شد دوم تو انتخابات، تو خود بخوان که الان نظام تو چه فازیه. بیچاره آرای باطله اگه واقعا یه ستاد انتخاباتی و چند تا تبلیغ براش میکردن، سفر استانی و مطمئنا اول میشد. آرای باطله شد دوم تو انتخابات، تو خود بخوان که الان نظام تو چه فازیه. با این نظام 7 خط رسیدیم آخر خط، آهای آهای خبردار وقت براندازیه. بله، درود بر شما. خیلی ممنون حمید عزیز، هم به خاطر شرکت تو این گفتگو و